ترکیش نقطه انتقال سازشواری در ناحیه مسچاه پره تحقیق شد. ترکیش ساعت 19 سنه 10 می رخ داده بود. در نتیجه آن 5 نفر از ساکنان ولایت سوخت آسیب جسمانی سخته دیده به بیمارخانه انتقال یافته بودند. صبح امروز سنه 18 ایول رئیس ناحیه مسچاه اعظم علیزاده ضمن نشست خبری اطلاع داد که آسیب دیدگان صحت گردیدند. در حقیقت هم ترکیش شد. در نتیجه 2 تا مکتب، یک کودکستان و زیاده از 20 خانه‌های عضو شهروندان ضرر رسانده شد. این با مبلغ 89,000 سومانی از حساب صاحب کاران و بودجه ناحیه ما همش برطرف کردیم. هم کودکستان، هم 2 تا مکتب و هم خانه‌های استقامتی شهروندان. نقطه سازشواری جمعیت دارای مسئولیتش محدود ظهوری آن در جماعت آبردان ناحیه مسچاه جایگیر است. این نقطه در راه اساسی اوچسکه رقم 2 جای گرفته است. بنابر پیدا شدن شرار سوختار به عمل آمده سپس ترکیده است. در این ترکیش بیش از 2 تن سوزشواری بنزین سوخته نابود شده است. بجز از بنزین اونچنین ظرف پر از گازی مایع نیز بعد سر زدن ترکیش سوخته است. ترکیش نقطه سوزشواری یکی از کلانترین سوختار در نیم ساله اول سال 2022 در ناحیه مسچاه بود. در این منطقه دوام 6 ماه گذشته 8 حالت سوختار به قید گرفته شده است. خوشبختانه بر اثر آن تلفات جانی نیست، اما خساراتش در مقایسه با همین دوره سال 2021 زیاد است. 6 ماه سال 2028 عدد سوختار به قید گرفته شد. نسبت به سال گذشته عدد کم بود. خساراتش قریب 1 میلیون سوم بسیار کمتر. از سال گذشته کم برای سوختاران کم بودن. از سوختاری که در نقطه سوزشواری شد، از سالی که جراحاتی وزین برداشتن مواد از دست کارکردهای ناحیه است. نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه مسچاه اعظم علیزاده بیشتر به مسئله‌های کارخانه‌های بزرگ استحصالی، کوچ بستن آموزگاران به فدراسیون روسیه، نارسایی متخصصان به ساحه کشاورزی و تندرستی، اینچنین نارسایی زمین به ساکنان محلی بخشیده شد. همچنین زیاد شدن جنایت صادرکنی نابالغان در این منطقه باعث نگرانی رهبریت ناحیه و کارمندان واسطه‌های اخباری عامه گردید. این موضوع را در نشرهای منبع مطرح و شرح خواهیم داد. گزارش مفتونشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.